Hi everybody, welcome back to my channel. با یه ویدیوی دیگه از آموزش حروف الفبا در خدمتتون هستم. عنوان درس امروزمون هست نمونه لغت برای حروف الفبا. امروز قراره چند تا واژه برای تلفظ حروف تمرین کنیم. روی معنی کلمات تمرکز نمی کنیم. هدف تلفظ حروفه. پس بریم که با هم شروع کنیم. خب قبل از شروع 2 نکته بگم. در زبان انگلیسی نوشته ها از سمت چپ شروع میشن، یعنی از سمت چپ به راست شما می نویسین و اولین حرف شکل بزرگو داره. با حرف اول شروع میکنیم. 4 تا نمونه برای هر 4 تا صدا نوشته شده. apple, large, baby, many. یعنی با هر 4 تا صدای حرف A که بود آ، ا و ا. دقت کنید که در زبان فارسی ما دیگه حرفای او رو روی کلمات نمی نویسیم، اما در زبان انگلیسی اینا لازمه. اگه اینا رو ننویسی نمیدونی که داری چی میخونی یا چی مینویسی. حرف بعدی B book، C cat، cinema. C 2 تا صدا داشت K و S. D door، E 3 تا صدا داشت pretty، A کوتاه pet، A و B E pretty bed B. F fish. من اینجا نخوندمش فیش، نوشته شده فیش، اما من یه شکل دیگه دارم میخونم. دقیقا همینجاست که کار شما زبان آموزا با دیکشنری شروع میشه. یعنی توی زبان انگلیسی نمیشه خیلی به شکل نوشتار اعتماد کرد. باید حتما سرچ کنید توی دیکشنری. حالا این دیکشنری ها چی هستن؟ همون واژه‌نامه ها هستن که هم میتونید به صورت فیزیکی و کتاب داشته باشینشون، هم به صورت آنلاین. پیشنهاد من اینه که شما به صورت آنلاین داشته باشید، چرا که اونجا افراد نیتیو کلمه ها رو با صدا تلفظ میکنن و اونجا برای شما یه تمرینی میشه و خیلی واضح تره که بفهمید این کلمه چطور خونده میشه. حرف G 2 تا صدا داشت green G، جیم J. H hand صدای ه میدون دیگه. الان دقت کنید که ه، ا، ن و د اومده و شده hand. اینجا همونطوری که نوشته شده خوندم شده، خیلی راحت. I time him please. ببینید یه نکته دیگه هست، اینه که در زبان فارسی ما میگیم که دیوار. استرس و صدای بلند روی د هست. هیچ وقت نمیگیم دیوار. آ رو نمیکشیم بلکه د رو کشیدیم، مثل دیوار. در زبان انگلیسی هم همین شکله. یعنی مثلا اونا به پلیس نمیگن پلیس، ما پر رو خیلی غلیظ و بلند تلفظ میکنیم، ولی اونا روی ل استرس میذارن. یعنی پلیس نمیگن پلیس، میگن پلیس. اولش خیلی براتون ممکنه سخت باشه، اما به مرور توی پروسه یادگیری زبان این چیزا براتون راحت میشه. دلیل این که من دارم همچین نکات خیلی پایه‌ای رو میگم اینه که من فرض رو بر این گذاشتم که شما از 0 دارین ویدیوهای منو میبینید. J jacket، K کی. اینجا باز نوشته شده کی، اما من دارم میخونمش کی. اینا هم من به شکلی که نوشته شده اعتماد نمی کنم، سرچ می کنم دیکشنری تا بفهمم این دقیقاً چه شکلی خونده میشه. برای این که این چیزها رو خوب یاد بگیرید باید آواهای انگلیسی هم بلد باشین که من توی پارت های جدایی قراره که آواها رو هم آموزش بدم. بعدی لامپ. باید این ل رو غلیظ تلفظ کنید. لامپ. M mom him. N nose nice. O nose God. یکی از صداهای او آ بود دیگه. God. P poppy page. Q queen quick. R rise red. گفتیم که این R رو باید غلیظ تلفظ کرد، یعنی باید زبانت توی دهنت بچرخه و بعد تلفظ کنی R red rise. به حرف S خوب توجه کنید. stress street stop. ببین من نمیگم استرس stop، هیچ وقت ا نمیذارم قبل از س، چون در اون صورت من تلفظم فارسی شده. در زبان فارسی ما برای اینکه حروف الفبا رو راحت تر تلفظ کنیم میایم اونا رو میشکنیم، بعد بینشون ا میذاریم. اما در زبان انگلیسی بین کلمات دیگه مکس نمیکنن، میگن street stress stop. ما میگیم stop استرس استریت. برای اینکه اینو خوب یاد بگیرید انگشتتون رو بزنید جلوی لبتون، بعد انگار که دارید میگین ساکت یا همچین چیزی اس رو تلفظ کنید، مثل stress stop. نمونه بعدی باس. 2 نمونه دوم برای صدای ز هست. his use
his, use. T tip. U 5 تا صدا داشت. نمونه اول use صدای یو هست. نمونه دوم صدای او کوتاه sugar. نمونه سوم او بلند blue. ببینید من دیگه نمیگم بلو، من اینو دیگه فارسی نمیخونم بلو، دارم به صورت انگلیسی میگم blue. باید کلمات رو بچسبونیم به هم دیگه. بعدی cup یک صدای آی کوتاه میده. آخری nurse صدای ا میده. V very wet. W were wet. همونطوری که توی ویدیو قبلی بهتون یاد دادم، تفاوت این دوتا اینی که حرف W رو باید و غلیظ گفت، یعنی لباتون رو قنچه میکنید سمت جلو و بعد تلفظ میکنید و. الان دقت کنید wet. حرف دوم توی زبان فارسی صداش نیست، برای همین ممکنه برای شما سخت باشه. خیلی از ویدیوهایی که من نگاه کردم حرف دوم یعنی W رو میگفتن سبکه و حرف V رو میگفتن اینو باید خیلی محکم تلفظ کرد، در صورتی که این غلطه. از اونجایی که من کورس آواشناسی رو توی دانشگاه گذروندم با اطمینان میگم که صداها برعکسه، یعنی V رو باید و سبک گفت و W رو باید و غلیظ گفت. حرف X توی نمونه اول صدای که و سه رو با هم دیگه میده. فکس. نمونه دوم گ و ز رو با هم میده. گزم. حرف بعدی وای سه تا صدا میداد. مای یو busy یعنی صدای آی یو و ای رو داد. مای یو busy. حرف آخر زی که فقط یه دونه صدا داشت، صدای ز بود. زو. درستون تموم شد. روی تلفظات کار کنید، تلفظ فارسی نباشه، با دیکشنری ها کار کنید و روی استرس کلمات هم دقت کنید. اگر براتون سخته اصلا نگران نباشید، چون من در آینده قراره که پارت های آواها رو بذارم و قراره که بیشتر باشون آشنا بشین. Thanks for spending your time with me today. See you in the next lesson. Take care.